پیرمردای 80 ساله فوتبال آمریکایی بازی می‌کردن. مسئله‌هایی که برای نابغه‌های جوون هم مشکل بود رو به راحتی حل می‌کردن. دیگه خبری از ورم مفاصل و دردای کهنسالی توی اون افراد نبود. حالا قضیه چی بود؟ چند سال قبل یه تیم تحقیقاتی یه تعداد پیرمرد 80 ساله رو پیش هم جمع کرد. ازشون خواستن که فقط برای مدت 5 روز وانمود کنن 22 سالشونه. یعنی مدل فکر کردنشون، مدل تصمیم گیری هاشون، مدل صحبت کردنشون و مدل رفتارشون جوری باشه که 22 ساله ها انجام میدن. علاوه بر این اون تیم تحقیقاتی رفت عکس و مجله و پوسترهای جور و جوری که مال 60 سال پیش بودن رو جور کرد. یعنی برای زمانی که این پیرمردا جوون بودن هنوز. روی دیوارا پوستر خواننده های اون دوران رو زدن، عکس برادران کندی رو همه جا گذاشتن و روزنامه هایی که مربوط به اون زمان بودن رو دم دست گذاشتن. خلاصه یه فضایی رو آماده کردن که این پیرمردا رو به دوران جوونیشون میبرد. بعد از 5 روز یه سری از اونها که بدون عصا و واکر حتی درست راه نمیرفتن الان با هم فوتبال بازی میکردن، شوخی دستی میکردن و خلاصه سرحال بودن. یه سریشون حتی قد کشیده بودن، خمیدگی ستون فقرات توشون کامل از بین رفته بود. توانایی های فکری و ضریب آیکیوشون تا 50-60% بالاتر رفته بود. واسه کلکوپرای همه محققا ریخته بود. از این همه تغییر توی فقط 5 روز. حالا قشنگی قصه اینجاست که واژه هویت چقدر میتونه سریع شما رو از اون لول فعلیتون به اون جایی که میخواید برسونه. یعنی حتی اگر شما یک پیرمرد 80 ساله باشی، گرفتار بیماری باشی و جامعه اینو بگه که دیگه شما آخرای عمرته و صدای کلنگ قبرت داره میاد، بازم میتونی از جات بلند شی و نپذیری این چرتی که جامعه میخواد به شما تحمیل کنه رو. این هویتی که بقیه برات ساختن و در عوض خودت توی جوون تصور کنی و دیدیم که این واقعا روی زندگی شما تأثیر میذاره. اصلا کلمه هویت یعنی تصویر درونی که از خودمون داریم، جایگاهی که توی ذهنمون برای خودمون میسازیم. مثلا این صحبت‌های مک‌گرگور رو بشنویم. این طرز فکر انسان‌های برتره. اونا روی عملکرد عالی، روی خواسته هاشون و روی کسی که میخوان بشن تمرکز میکنن. و شما اگر میخوای یک فرد عالی، یک انسان برتر باشی، پیش خودت بگو اگر آدم موفقی توی اون زمینه بودم چجوری رفتار میکردم. مثلا اگر میخوای روابط اجتماعی بهتری داشته باشی، خودت رو یک تاجر تصور کن. اگر میخوای باهوشتر باشی، خودت رو یک دانشمند یا نابغه یا کاراگاه تصور کن و مثل اون فرد رویایی که میخوای باشی فکر کن، تصمیم بگیر، حرف بزن و مثل اونها عمل کن. البته این کار سختیه واقعا، چون که ذهن انسان به صورت غریزی و طبیعی میل به توجه به نکات منفی زندگی داره و دلیل اینکه این روزها پیدا کردن انسان‌هایی با دیدگاه مثبت سخته هم همینه. دقیقاً 80% مردم منفی نگرن و از این موضوع خبر ندارن که میتونن با پذیرش هویت‌های جدید خودشون از مشکلات رها کنن. اینجا این رو هم میتونم اضافه کنم که شما علاوه بر وانمود کردن میتونید از خونه، از محل امنتون بزنید بیرون، برید توی محیط این افراد قرار بگیرین، باهاشون تعامل داشته باشین و بعد از چند وقت میبینید که تبدیل به یکی از اونها میشین. اون مثال معروف رو به یاد بیارید که اگر 5 دوست ثروتمند داشته باشی، نفر 6م تویی. اینجا برندکده است. اسرار و رمز و رازهای برندها و بزرگترین رهبران بیزینس جهان رو با هم بررسی میکنیم تا ما هم خیلی زود یکی از اونها بشیم و از اون مهمتر اینجا خارج از باکس فکر میکنیم.